بابا بزن دیگه، آخه 6 CPS چه خبره، بزن. بعد از این اتفاق و دیدن اوضاع داغون موس هم که اصلا نه CPS میگیره نه کلیکاش درست کار میکنه و اینا، یه جرق افتاد توی ذهنم که چرا دارم با این موس بازی میکنم. مثلا مگه این موس کار میکنه، داغونه، من به این موس جدید نیاز ندارم؟ چرا دیگه نیاز دارم؟ پس همین بود که بلند شدم و رفتم سری موس رو بخرم. پس بالاخره اون موسیو که به کارم میومد و نیازش داشتم گیر آوردم. این موس از برند ارلدام مدل ETKM11. خیلی خوب دوستان عزیز، ما موس رو خریدیم و اینکه جعبش اصلا ولش کن، ما خود موس رو خریدیم و اینجاست. این موس از برند ارلدام کیفیت نسبتا خوبی رو داره و به پای قیمتش واقعا چیز خیلی خفن و کاربردی هستش. با دلار 99,000 تومان این موس در بازار ایران قیمتی حدود 850,000 تومان داره که یه موس خیلی کاربردی و همچنین گیمینگ به حساب میاد. این موس دارای 7 کلید هستش: چپ کلیک، راست کلیک، کلید تنظیم DPI که سرعت اون مقدار DPI رو تنظیم میکنه، اسکرول و میدل کلیک همون کلیک زیر اسکرول که دیگه همین موسات دارن، کلیک های بکوارد و فوروارد و همچنین یک کلید خیلی خفن و کاربردی در این قسمت موس به نام دابل کلیک که کارا رو خیلی آسان تر میکنه. جنس کابل این موس کنفی هستش که به این آسون نه پاره میشه نه گره میخوره. جنس پلاستیک این موس پلاستیک ABS هستش که اثر انگشت رو به خودش جذب نمیکنه و چیز خفنیه. توی این موس از 2 تا LED RGB استفاده شده، یکی در سمت چپ و یکی در سمت راست که این LED ها گاهی اوقات با هم دیگه مچ هستن و هرتاشون یه رنگ دارن و گاهی اوقات هر کدوم یه رنگ خاص برای خودشو داره. تسکر این موس هم اپتیکال هستش که تسکر خوبیه و همچنین این موس طراحی ارگونومیکی داره به طوری که وقتی دستتون رو روی موس میذارید اصلا خسته نمیشم که ساعت طولانی با موس کار کنید، یعنی کامل دستتون توی موس چفت میشه و یه حس خیلی خوب و خفنیو داره. بله دوستان عزیز، این بود از مشخصات موس که کامل اول تا آخرشو گفتم. این چیه؟ برو بابا، موس اصلیمون اینجاست. بله، و این بود از مشخصات کامل موس که همشو واسهتون گفتم. این چیه رفت توی یه صفحه دیگه؟ خب کامل واسهتون گفتم و الان میخوایم که بریم ببینیم توی بدوارز یا بالاخره کاربرد دکمه هاشو بفهمیم بیشتر، نه فقط واسه بدوارز، کلا نه کاربرد دکمه هاشو بفهمیم ببینیم چیه. حالا توی بدوارز همش قابل امتحان هست و ببینیم که دیگه چیه. پس برو بریم توی بدوارز که ببینیم چطور عمل میکنه و از همه مهمتر چند تا CPS میگیریم. خب دوستان عزیزانی، با بدوارز همونطور که می‌بینید 3 ثانیه دیگه توی بازیم و CPS گرفتنش ناموسن خفنه. من حالا یه دور امتحان کردم خودم، ولی الان من دابل کلیک رو همینطوری میگیرم. خب نگاه CPS بکنید، 10 CPS 9 CPS هم میگیرم، در صورتی که با یکی موس 5 CPS 6 CPS بیشتر نمیتونستم بگیرم. تازه اگه دوتا هم چپ کلیک هم اون دابل کلیک رو با هم دیگه بزنم تون تا 11 CPS هم حتی یه جایی میگیرم ازش که خیلی CPS خفنی ناموسن واسه بدوارز. حالا خب ترجیح میدم همون تو بگیرم دیگه، ول نکنم. فکر کنم CPS بهتری بتونم داشته باشم باهاش. خب حالا ما یه کلنگ برداریم بریم که ببینیم میتونیم یه بدی چیزی رو بزنیم بره حذف بکنیم یکیو. قیچی 20 آیرون میخواد، چه خبره؟ خب حالا ما یه چیز رو بذاریم اینجا، یه بدو بپوشونیم. بله متاسفم فعلا ریسورس پک نریختم رو بازی فعلا و بازیم کاملا دیفالت هیچ ریسورس پکی نداره الان در حال حاضر. ولی خب گرین داره میره، برم که بزنم گرینو اگه بتونم. این نمیتونه میگیره، خودش 10 CPS میگیره. گولم زد رفت به لعنت، هیچ کس هم نیست بدمون رفت. از کجا زدی تو ناموسن؟ از کجا زدی نامرد؟ چه خبره؟ چیتر بودین؟ نبر بابا، بردمش. ولی خب خیلی حال میده اصلا. 10 CPS فقط هم تو گرفتم، اصلا نمطوری
رگباری کلیک کردم نه هیچی، همینطوری میگیرم 10 CPS میده. خیلی حال میده ناموسن. آه برو تو وید. ایول فقط بده ما رفته. آره بده گرین رو عملا ببرم، خیلی دیگه حال میده. نه یکی اومد. ناموسن این چیه؟ این ناموسن این چیه؟ این واه بدو بردم. چند به چنده این؟ زدنم کوبیدنم. حالا یه دست دیگه میریم ببینیم که اوضاع از چه قراره. خب 5 نفر 7 نفر 16 8 نفر 16 نفر زن پلازا. اوکی خب فعلا که کسی نیومده. بیاین دیگه تا یه دست دیگه بریم سری. بعد اسکینم هم این اسکین من از توی سایت خود سایت تیلانچر اینو دانلود کردم. من یه اسکین طراحی کردم اصلا میمونه مثل فیلم طنز، انقدر خنده داره، چشماش رو پیشونیشه. حالا تا شروع بشه بعد یه چیز جالب دیگه، شما وقتی با دابل کلیک بابا پیچ شلوغه، مثلا با دابل کلیک میخواید که اصلا در نمیاد، ولی خب با چپ کلیک بگیری این مثلا خیلی سفته. مثلا این تیکه خب نگاه داره میشکنه، ولی خب با دابل کلیک هر چقدر بگیری نمیشکنه، دستی پیش می، ولی اصلا ترک هم ور نمیداره. خیلی چیز جالبی بود اینا. یه نکته جالبی بود. خب تا فعلا بدو بپوشونم. چه اصلا آدم خوابش میگه دستم هست روش، خیلی لذت بخشه واقعا. به شخص میتونم بگم یکی بهترین طراحی موسا همین طراحی هست. خب فقط این موسای دیگه هم هستن با این طراحی، ولی خب گرین فوری اومد، ولی خب طراحی این کلا این مدل طراحی خفنیه. ناموسن حال کردم با این طراحیه. خب فایربال بگیرم بزنم اون رو. کوبیدیش. بمیر چطوری نمردون؟ بدمونم که رفت و چه حرکتی بود. خلاصه بخوام بگم اصلا خیلی حال میده ناموسن. چیز خفه. شما همینطوری این دابل کلیک رو فقط بگیر، اصلا میخوای اینطوری بزنی یا مثلا 2 انگشتی بری روش، نه همینطوری بگیر. چند تا بد رفت همینطوری بگیری. الان اگه توی صفحه ببینید حدوداً 10 تا CPS دارم میگیرم من، که خیلی خفنه. که اگرم انگشت رو جوری تنظیم کنید که هر دوتا رو با هم فشار بدید رو هوا نمیشه، ولی رو زمین بزنیم 11 CPS رو هم رفتیم. میدونی چی میگم؟ 11 CPS رو هم رفتیم که خیلی چیز خفنه اصلا. اوکیه. من اگه در اینجا ویدیو همراه ما بودید، ویدیو دیگه ما رو ببینید. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدا بزرگ میسپارم. بدرود.